یکم دکامبر سال 2021 ساعت 8:46 به وقت تاجیکستان در قلمرو این جمهوری باز یک زمین لرزه روی داده است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که مرکز زمین لرزه در 120 کیلومتری شمال شرقی پایتخت شهر دوشنبه جایگیر شده. شدت زمین لرزه در مرکزش طبق جدول ریختر 4 بال و در وادی رشت 3 بال را تشکیل داده است. در نتیجه زمین لرزه یگان تلفات جانی یا خسارات به قید گرفته نشده است. گفته می شود در خبر کمیته ایالت‌های فوق‌العاده مرکزهای بین المللی زلزله نگاری خبر دادند که مرکز زمین لرزه اخیر در 32 کیلومتری شمال شرقی دربند جایگیر شده. زمین در عمق 10 کیلومتر لرزیده است. این مرکزهای زلزله نگاری شدت زمین لرزه اخیر را در مرکزش طبق جدول ریختر 4 از 5 بال برآورد کردند. تاجیکستان در یک منطقه زلزله خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبش ثبت می شوند. یادآور می شویم 2 ایول سال جاری بر اثر زمین لرزه در وادی رشت 5 ساکن ناحیه تاجیک‌آباد به هلاکت رسیده. در این ناحیه و ناحیه رشت بیش از 200 خانه خراب شدند.